همایش تجلیل از روز جهانی محیط زیست با شعار مبارزه با آلودگی پلاستیک در شهر هرات برگزار شد. در این مراسم پیرامون اهمیت محیط زیست سالم و چگونگی مبارزه با آلودگی‌های محیطی توسط متخصصین، علما و سخنرانان نکاتی ارائه شد. از سوی هم مسئولان در اداره محیط زیست هرات بر حفظ و صحه محیط زیست تاکید نموده مبارزه با آلودگی‌های محیطی را از اولویت‌هایشان عنوان می‌کنند. و در کشور عزیز ما افغانستان هم امارت اسلامی افغانستان تلاش کردند که امسال از این روز به صورت باشکوه در 34 ولایت افغانستان مرکز افغانستان تجلیل به عمل بیاید و شعار امروز هم بوده که مبارزه با آلودگی پلاستیکی و تحت همین شعار و عنوان از روز جهانی محیط زیست در ولایت هرات تجلیل به عمل آمد که ان شاء الله تعالی ما کم کم با آهسته به طرف دور کردن پلاستیک و کاهش مواد پلاستیکی از محیط زندگی و زندگی خود تلاش بکنیم و گام برداریم. در کنار این مسئولان محیط زیست هرات همچنان از راه اندازی حشر عمومی برای جمع آوری زباله‌ها از سطح شهر هرات سخن میگویند. در یک برنامه جداگانه حشر عمومی پاککاری به عمل آمد، بخاطر از اینکه زباله ها باید در سطح شهر پراکنده نباشد، در جویچه ها پراکنده نباشد. این عمل میتونه از لحاظ تنفسی، از آب، خاک و هوا باعث آلودگی از اینا بشه و صحت شهروندان عزیز متاثر بسازد. این برنامه راه اندازی شد تا الگو و سمبل باشه برای شهروندان که این مسائل حشر عمومی پاککاری انجام بدن و زباله در محل خاص از قرار بدن. گفتنی است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1972 میلادی 5 ماه جون را من حیث روز جهانی محیط زیست نامگذاری کرد و اولین کنوانسیون جهانی محیط زیست در همین سال در استکهلم پایتخت سویدن تحت نام انسان و محیط زیست برگزار شد و از این روز در اکثر کشورها همه ساله جهت آگاهی دهی در مورد محیط زیست گرامی داشت می شود. اسماعیل صفا، رادیو حریت، هرات.